بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان گرامی، ما حلقه گذشته درباره تقسیم توحید گپ زدیم. تقسیم توحید را امام ملا علی قاری نیز در شرح فقه اکبر آورده اند و این تقسیم هوایی نیست، بلکه با استقرا و پیگیری از آیات ها و احادیث پیامبر علیه السلام علما به خلاصه رسیدن که این توحید به همین 3 قسم تقسیم میشه، یا به 2 قسم تقسیم میشه، یا اینکه به 4 قسم، خیلی که بعضا به اجتهاد خود چیکار. مهم یعنی که درباره ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات خدا تعالی صحبت میکنه. یکم درباره ربوبیت صحبت میکنیم. ربوبیت این توحیدی است که درباره آفریدگار بودن، درباره سازنده بودن، درباره صانع بودن، درباره رازق بودن الله تعالی، درباره تدبیر امور کون را تنها او در دست داشتنش را، یعنی که همین نمود چیزها را توحید ربوبیت در بر میگیرد. یعنی که ربوبیت اون است که الله تعالی رازق است، ربوبیت اون است که الله تعالی آفریدگار است، ربوبیت اون است که الله تعالی پیدا کننده است، الله تعالی خالق هست و بدیع السماوات هست، یعنی که این زمین و آسمان را به مثال سابق الله تعالی پیدا کرده است و این را تقریبا تمام طوائف بنی بشر قبول دارد. نصرانی هم قبول دارد، یهودی هم قبول دارد، یعنی که دین های تا انسان از پیش خودش گذاشته هم قبول دارد که یک خدای بزرگی هست. گرچه که اونها شرک میارن، خداهای میده های دیگر رو اعتراف دارن، اما در اصل قبول دارن که یک خدای بزرگی هست. و این چیز در زمان مشرکای عرب هم بود. وقتی که پیامبر یک انسانی که مسلمان شده بود گفتن که تو اگر چند خدا داری؟ گفت من 10 خدا دارم. گفت چه؟ خب بعد اون گفت که 9 خدا در زمین دارم، 1 خدا در آسمان دارم. بعد گفتن که وقتی که مشکلی اومد پکادامش مراجعت میکنی با اون 9 خدایی که زمینی هست، که خدایی که در بالا هست. گفت که من وقتی مشکلی اومد اون خدای آسمان و زمین آفریده را خطاب میکنم و از مشکلات خودم حل شدنش از التجا میکنم. مشهورترین انسانی که توحید ربوبیت را انکار کرده این فرعون لعین است. یعنی که او تظاهر به این کار میکرد، چون که یقینا در نفس خودش میدونست که خدای هست. و بنابراین موسی علیه السلام وقتی که فرعون ربوبیت را انکار کرد، موسی علیه السلام گفت لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. یعنی که تو نغز میدونی که این همون خدایی که زمین و آسمان آفریده است فراورده است. و وقتی که فرعون باز به این کار و به همین تظاهر به این کاری وجودی خدا میکرد، الله تعالی گفت که وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، اونا جحد کردن، انکار کردن وجود خدا را، لیکن نفسی آنها و نهاد آنها یقین داشت که یک خدای هست. مثلا در قرآن میخوانیم که الله تعالی حتی مشرکای مکه را، ابو جهل و همون ابو سفیان و یا دیگر مشرکایی که اون زمان بودن، میگه که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. یعنی که اگر اونها رو پرسی که آسمان و زمین که آفرید، میگن که الله. و میگه که قل الحمد لله، بگو که الحمد بر خدا، بل اکثرهم لا یعلمون. حتی که مشرک ها اون زمان اعتراف داشتن که سازنده هست، یعنی سازنده بودن خدا، آفریدگار بودن خدا و رب بودن خدا رو اونها قبول داشتن، فقط عبادت نمیکردن این ذات رو. در دیگر جا آیت الله تعالی میگه که قل من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر. یعنی میگه که الله تعالی شما را از آسمان های زمین کی رزق میدهد، کی شما را کی مرده را زنده میکند و مرده را زنده میکند، زنده را مرده میکند و تدبیری همین عالم را در دست دارد. اونا میگن که الله. پس چرا از اون نمیترسه؟ پس چرا او رو نمیگیره؟ یک قصه مشهور است که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در مناقشه با همین اتئیستا که با اون به نام دهری ها معروف بودن، میگن که اونا امام را به مناظره دعوت میکنن، ابو حنیفه راضی میشن. بعد میگن که پیشتون که با شما گپ زدن، شما با من خبر کنید که یک در همین دریای دجله یک کشتی خود از خود پیدا شد، خود از خود با طعام پر شد، خود از خود به حرکت در اومد و با یک این طرف ساحل آمد، باز خود به خود همون متاع و کالایی که بالاش خود به خود پیدا شد با خود به خود بالای زمین شد و کشتی با راه خودش رفت. آیا این چیز ممکن است؟ اونا گفتن که این محال است، ممکن نیست. گفتن که چگونه شما به یک کشتی باور داره که خود به خود پیدا نشود، لیکن به این عالم، به این بزرگی، به این عظمت، به این آفتاب و مهتاب و بالای و پایین و همه این باور نداره. خلاصه یک چیزی است که در غریزه هر یک انسان نهاده شده است که الله تعالی چی؟ رب سازنده است. این توحید ربوبیت بود. دومش دوستای عزیز این توحید اسماء و صفات است، یعنی که معناش این است که اسماء و صفات، اسماء جمع کلمه اسم است و صفات جمع کلمه صفت الله تعالی است. اقرار کردن و اعتراف کردن به این که الله تعالی دارای نام‌های زیبا هست و دارای صفات‌ها است
و هر چی که الله تعالی برای خودش اثبات کرده است ما اثبات میکنیم. هر چی که پیامبر علیه السلام برای الله تعالی اثبات کردن و اون چیز پیامبر خدا رو وصف کردن، یعنی که خدا خودش رو در قرآن وصف کرده است، ما همه آن رو قبول میکنیم بدون اون که اون معنا رو دور کنیم یا اینکه به چیز مانند کنیم یا اینکه تعویل های بیجا کنیم یا اینکه معناش بیکار کنیم، بلکه همچنان که آمده از همون خیل از طرف الله تعالی قبول خواهیم کرد. باز در برابر این الله تعالی از تمام عیب و نقصان ها تنزیه و پاک میشماریم. الله تعالی گفت که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، چیزی مانند الله تعالی نیست و شنوا و بینا هست. یعنی معنای این توحید این است که وقتی که انسان اون چیزی که خدا برای خودش ثابت کرده است، اون چیزی که پیامبر برای خدا ثابت کرده است اثبات کردن با اون که مانند کنند و پاک دانستن خدا از صفات نقایص به اون که یک صفت خدا را تعطیل و بیکار کنند و کیفیت این چیزها رو با علم خدای تعالی واگذار کردن است. و توحید سوم توحید الوهیت است، این که توحید عبادت است، خیلی در بعضی تقسیمات آمده است. این است که الله تعالی تنها عبادت کردن است، یعنی به او شریک نآوردن است. خب یعنی که در نماز، چه در روزه، چه در دیگر عبادت ها و چه در ترس و در توکل و در رغبت و در رهبت و در امید و در همه اینها فقط به الله تعالی صرف کرده می شود و بنده این نوعهای عبادت رو تنها به الله تعالی صرف میکنه که این مقتضای همون کلمه لا اله الا الله است. که لا اله الا الله میگه که فقط باید انسان از خدا ترسد، عبادت رو برای خدا کند، نمازش برای خدا باشد، امیدش به خدا باشد، توکلش به خدا باشد، از خدا پرسد، از خدا ترسد، از خدا کمک طلب کند. الله تعالی میگه که ذلك بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الكبیر. یعنی که اون ذلك بان الله هو الحق، یعنی که الله تعالی حق است و اون چیزی که غیر از الله تعالی دعا کرده می شود، از او پرسیده می شود و باطل است. همین توحید است که بسیار در اطرافش کشمکش های زیاد شده است بین پیامبر و پیروای پیامبر از یک طرف و از یک طرف بین دشمنان پیامبر در همین چیز کشمکش شده است. و الله تعالی میگه که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس آفریدم فقط برای اینکه ما را عبادت کنند. یعنی که برای همین شریعت خیلی این دیوار این را مستحکم کرد، خیلی احتیاطکارانه به این رفتار کرد. بنابراین الله تعالی در مسئله توسل، در مسئله ریا، در مسئله قسم به غیر خدا، در باره طیره، یعنی که خیلی مردمی ما میگن ایریم دیریم کردن، یعنی که دیگر نمود که اعمال شرکی شریعت خیلی سخت است. و اطراف این چیز انشاءالله باز صحبت‌های وسیع‌تری خواهیم کرد. شاید بعضی ایراد گرن که از کجا این سه تقسیم شد. بتونیم بعضی آیات رو بیاریم، مثلا الحمدلله رب العالمین، رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته، یعنی که این هل تعلم له سمیه و غیر از این آیاتی که دلالت بر همین تقسیم میکنه که در نتیجه استقرا، یعنی بسیار خوندن قرآن و از اون استنباط کرده گرفته شده است. از جمله قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه میگن که والله يدعى من اعلى لا من اسفل لان الاسفل ليس من وصف الربوبيه والالوهيه في شيء، یعنی الله تعالی به طرف بالا خونده می شود. یعنی که الله تعالی رو وقتی میخوانی همیشه قلبت توجه به بالا میکند، چون که اسفل و سفلا پایانی این وصف ربوبیت و الوهیت به تغییر نمیگیرد، چون که اسفل و سفلا به وصف ربوبیت و الوهیت و ربوبیت درست نمیگیرد. و قول امام و دیگر علما به این چیز اشاره کردن. خب اینجا بسیار زیبا میشد اگر ما با سخن مولا علی قاری اشاره کنیم که اون را از ابن ابی العز حنفی در فقه اکبر نقل کردن، میگن که غالب سور القرآن و آیات متضمن لنوعیت توحید، اکثر سورهای قرآن و آیات های آن دو نوع توحید را در بر میگیرد. یعنی خیلی در بدایت ما گفتیم که بعضی توحید رو تقسیم میکنن، یعنی که توحید طلب و قصد که این توحید الوهیت است و توحید معرفت و اثبات که این توحید ربوبیت و اسماء و صفات است. بلکه میگن همه سوره قرآن رو در بر میگیرد. قرآن میگه یا خبر از الله تعالی و اسم و صفات های الله تعالی است که این توحید علمی و خبری هست، این سخن ابن ابی العز مولا علی قاری نقل دارن. و اما دعوة الى عبادته وحده لا شریک له و خلع ما يعبد من دونه فهو التوحید الارادی الطلبی، یا اینکه خلع کردن یا اینکه دعوت به عبادتی خدای یگانه است که به او شریک نیست و دور شدن، پرهیز کردن و خلع کردنی
هر چی که غیر از خدا عبادت کرده نشود که این توحید ارادی و طلبی است، یا اینکه امر و نهی و الزام به طاعت الله تعالی هست که این حقوق توحید و مکملات و پر کننده توحید است. و اما خبر عن اکرامه لأهل توحیده و ما فعل بهم فی الدنیا و ما یکرمهم به فی الاخره فهو جزاء توحیده، یا اینکه خبر درباره آنهایی که الله تعالی اکرام کرد از اهل توحید در دنیا و آنچه که اکرام خواهد کرد در آخرت که این جزا و پاداش توحید است. و اما خبر عن اهل الشرك و ما فعل بهم فی الدنیا من النکال و ما یحل بهم فی العقبه من العذاب، یا اینکه اهل شرک دربارش خبر میگه که اون چه که الله تعالی در دنیا اونها را به خور و زاری عذاب بالاشون آورد، یا اینکه در آخرت به اونها عذابایی که خواهد رسید که اینم جزا و پاداش هر شخصی که از حکم توحید بیرون رفت. خیلی گفتیم این نکته رو علی قاری از امام ابن ابی العز حنفی در شرح طحاوی آورده است نقل کردن. ببینید میگه که قرآن همش توحید است، اینکه دعوت به توحید است، به توحید ربوبی و توحید الوهی، یعنی که دعوت به پرهیز کردن از شرک نقیض توحید است، یعنی که عکس توحید است، یا اینکه پاداش آنهایی که توحید را اجرا کردن در دنیا و آخرت چی است، یعنی مؤمنان، و پاداش آنهایی که توحید را پشت پا زدند و شرک را برای خود پسندیدند در دنیا و عقبه چی عذاب‌هایی را خواهند کشید. خب دوستان عزیز، مختصرا همین بود درباره توحید الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات، و ان شاء الله حلقه آینده درباره ایمان به فرشته صحبت خواهیم کرد. شما رو به الله تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.